هفتم اکتبر اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن سفر کاری در ولایت سوخت در حدود فرودگاه بین المللی خوجند مجسمه برقد دعای مادر را افتتاح کردند. باید گفت که با اقدام رهبریت فرودگاه بین المللی خوجند در حدود فرودگاه مجسمه دعای مادر به مناسبت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و چون رمز اظهار محبت پاک و صمیمی نسبت به مادر، احترام بزرگ و ارجگذاری به هستی زن مادر و قدرشناسی مادر تاجیک بنیاد کرده شده در کشور اولین مجسمه عظیم در نمود دست به دعا برداشتن مادر می باشد. باز آمدم به کوی توی قبله امید، ای مادره که ساحت جانم سرای توست. باز آمدم که باز سزنم بر مزار تو، ای مادره که جان و دل من فدای توست. باز آمدم که باز سزنم بر مزار تو، ای مادره که جان و دل من فدای توست. مجسمه دعای مادر با پایه‌اش 13 متر بوده. بلندی مجسمه 6.7 و پایه آن 5.5 متر را تشکیل می‌دهد. حدود باغ دعای مادر با درختان زیبا و نادر، گل و بوته‌های خوشبو، فواره‌ها، چراغ‌های رنگه، گلگشت دلفریب، نشستگاه‌ها، راهروهای سفالک‌پوش، لوحه قهرمانان تاجیکستان، عکس‌های بازگویی کننده تاریخ رشد و پیشرفت کشور دوام سالهای صاحب استقلالی تحت رهبری پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان به مکان دلکش و نظرربا تبدیل داده شده است. این موضع جالب محل تماشای مهمانان و سیاحان در فرودگاه محسوب یافته. دعای مادر فتح و کشایش برای هر یک فرد در زندگی و کار و روزگار است. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در سخنرانی‌های خود از احترام مادر و ارجگذاری به زحمت و خدمت‌های مادران تاجیک یادآور شده. در ستایش و وصف مادر فرمودند: مادر آفرنده حیات، پیوندگر نسل‌ها، سرچشمه مهر و محبت و نیروبخش روح و جان میباشد. همه اعجاز و پرواز، همه ایجاد و بنیاد و همه مردانگی و قهرمانی نتیجه و ثمره زحمت شبانه روزی مادر است. دنیا در دامان بهشتی مادر پرورش می‌یابد و از این رو بشریت همیشه از او سپاسگزار میباشد. کسی که از همین دعای مادر همه طرفه پر استفاده میبرد البته آینده درخشان دارد. من به این باوری کامل دارم. جناب عالی همه وقت در حق مردم تاجیکستان خیلی غمخوار هستند. از همین نقطه نظر امروز تاجیکستان عزیز ما به جنت روی زمین مبدل شده است. ما خیلی که میدانیم من امروز همه تنجی همه حیات خوشروی در تاجیکستان است. بنابراین من باوری کامل دارم که آینده درخشان انمی جوانانی که دعای مادر را میگیرن البته نتیجه های خوب به خود میگیرن. با چشم ما دوباره به دنیا سلام کن مادر، همیشه باش و به بودن دوام کن. بفریست کیمیای نو از گرد دامنت، ما را ز نو بلند و مبارک مقام کن. در کشورهای مغرب ببینیم که در تمام کوچه و برزنها خانه های پیران و سالمندان هست و مردم والدین بزرگسال خود را میبرند آنجا میگذارند و رها میکنند و فراموش میسازند. و اما مناسبت ملت تاجیک به پیوندان خودش
و نیاکان ارجمند خودش به والدینش خاصه و مادری عزیز کاملا دیگرگونه است. ما همیشه مادر را در صدرگاه دل می نشانیم و عزیز می داریم و مکرم می شماریم و صحبت های پیشوای ملت نیز یک مکتب عظیم است، یک دبستان و ادبستان بزرگ است که برای نسل جدید آموزه و انگیزه های نیک می دهد. فرهنگ خودآشنایی، فرهنگ مادرداری، مادرنازی، مادرنوازی را تلقین و القا می کند که تاجیکستان این زادگاه و رستگاه جاودان ما، گاهوار و مزار آخرین هر نفر اهل ملت و اهل کشور است. از این صحبت هایی که گاها به کودکی خود رجوع می کنند و مادر عزیز را در یادها روشن می نمایند، چقدر برداشت های زیاد می کنند مردم که و خاصه نوجوانان که باید مادر را مقدم دارند و در صدرگاه و پیشگاه دل و جان بنشانند. حالا این مجسمه را میبینیم که پیکر تراش نامور ما غفور جان جوره زاده مادر را در مقام ارجمندی رفیع بسیار قرار دادند و بهشت را زیر پای مادر گذاشتند و مادر را در تخت زرین نشاندند و جایگاه مادر اصلا خیلی بالاتر و مقدمتر از همه این هم هست. یک کار بسیار پرمایه و پرمحتوای را انجام دادند. یادگاری نجیبی را که مادر عزیز فتوای آینده و دعای نیک کشاد و رهایی و خوشی و بهبودی برای اهل جهان، برای اهل وطن، برای اهل ملت می بخشند. از سطوت و ز شهرت گر بر فلک زنم سر، میگوید استاد لایق، تعظیم میکنم باز در زیر پای مادر و پیشوای ملت هم با این مقام رفیع و با این مرتبه بسیار ارجمند خود باز هم خود را پیش مادر فرزند کوچک می حسابند و از این همه بزرگی و نکویی و پندار و کردار و اطوار بسیار هم با فضیلت همه ما باید آموزه های برای امروز و فردا داشته باشیم. چون مادر پیشوا بود مادر خلق، این پیکره هم بود چنان پیکر خلق. دستی طلب و دعای او، دستی طلب و دعای او دور مباد، چون شعشعه نور خدا از سر خلق. این رباعی را من بعد از آن که آگاهی اینجا پرده از پیکره مادر بزرگ ملت تاجیک برداشته شد بداهتاً گفتم نوشتم و به هنر والای پیکرساز کارمند شایسته تاجیکستان غفور جان جورایف احسن میگوییم که در سیمای این مادر بزرگی یک ملت را، تمدن این ملت را، هستی این ملت را و پیش از همه اخلاق حمیده، دست دعای مادر که عباره بسیار دوست داشته استاد لایق شیرالی بود استفاده کرده اند. من برابری به تمام مادران تاجیک سعادتمندی، فراوانی روزگار و آینده درخشان را آرزو کردن تمنا دارم که سروری ملت ما، پیشوای معظم ملت نیز عمر جاویدان ببینند. مبارک باد سیمای بزرگ مادر ملت تاجیک. در روی عالم هر یک انسان از مادر تولد می شود و من فکر می کنم که این پیکره‌ای که در اینجا رمز مادر رو انعکاس کردم
البته به مورد بود، به موقع است که برای تربیت نسل نو است، برای انسانیت که از بطن مادر می آید یا رمزی مادر رو پیکرش رو ساختیم که در اونجا هر یک انسان نوابسته به ملت، به خلقیت، به دین مادر دارد و می خواهد که مادری خود را بالای کرسی طلاگین شناند و چطوری که در میگویند در عرفیت بهشت در زیر قدم مادران است و چطوری که در اینجا میبینید منظره های بهشتی تاجیکستان رو انعکاس کرده شده است که در اونجا هم آب آخر است و هم سایه درخت و هم پرنده های بهشتی هستند و در بالای بهشت مادر فرزند و انسانیت رو دعا کرده ایستادند. بعد افتتاح مجسمه دعای مادر، پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با اقدام شخصان وطن دوست بهر آبادی یک گوشه دیار اظهار سپاس کرده این عمل سازنده آنها را شایسته تحسین خواندند.